چیکار کنم ریز زدنم تمیز و حرفه‌ای در بیاد؟ مرحله اول باید مضراب رو درست تو دستمون بگیریم. نمیتونیم هر مدلی دوست داریم مضراب رو تو دست بگیریم و توقع داشته باشیم ریز تمیزی بزنیم. اول اینکه وقتی ما انگشتمون رو به دم مضراب میگیریم نباید مضراب تو دستمون لق بزنه، یعنی اینجوری شل نباشه، باش بازی نکنه. مضراب رو کامل تو دست میگیریم و حرکتمون باید از مچ باشه. حتی از آرنج یا ساعد هم ما ضربه نمیزنیم. حرکت باید از مچ باشه و باید روی این مسئله کاملا تمرکز بکنیم به این شکل. وقتی که ما اینو تونستیم اصلاح بکنیم باید ضربات پی در پی 4 تایی رو اول تمرین کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا میایم 6 تایی میزنیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دقت کنید سر مضرابتون نه خیلی بالا بیاد نه خیلی پایین باشه و شمرده بزنید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بعد از اینکه کاملا دستتون راه افتاد شما میتونید بعدا با مترونوم تمرین کنید به این شکل. مثلا من مترونومو میارم میذارم روی سیاه 2 4 و عددش هم میذارم روی 60. حالا ضربات رو نگاه کنید به چه شکله. هر یه ضربه ای که میخوره یک سیاهه. 1 و 2 و 1 و 2 و. حالا تبدیلش میکنم به چنگ. 1 و 2 و 1 و 2 و. در مرحله بعدی هر چنگ رو تبدیل میکنم به دولا چنگ. 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. بعد از اینکه دستتون با این سرعت راه افتاد ریز ریز مثلا میتونید 5 تا 5 تا سرعت رو ببرید بالاتر و دستتون به همون نسبت سرعت بهتری پیدا میکنه.